این هم از کارمون مال کف ابزار مبزار خورده. کف ها رو البته خودمون زدیم، نرده ها. این همه کار خودمونه. این هم نمای ساختمون بیرون، خیلی زیبا و شیک. همه کار مال خودمونه. این هم از روبرو اگه بگیرم خیلی قشنگ‌تر میشه. اینا همه کارهای خودمونه که زدیم، نرده، پرده، سنگ، نما، زیبایی کار. خب بریم رو داربست. این هم کار خودمونه، خیلی شیک، زیبا، همش طرحدار. این گل آزار آماده که البته نه باز فرز در اومده. خب این هم از این، این هم از نردا. خب بریم داخل اتاق خواب. این اتاق خوابشه. یکی این همون میشه که کفش زدیم، بدنش زدیم، همه رو شیک مجلسی. حتی شیرالاتش هنوز نخورد. خب این از اینجا هم که جای لباسامونه. اینجا هم اتاق خوابه که هنوز ده پنجرش نخورده دیگه. اینجا هم جای داغ دوشکاشه، جا رخت خوابه که اشکاف میخوره، چوبی. خب محمد جان سلام، دارم فیلم برداری میکنم، خسته نباشی. این از این هم که جای تراسشه و قشنگ. هنوز اینجا بنکشی نکردیم، داریم توهای چیزها رو خالی میکنیم با پمپ که قشنگ بنکشی بشه. دوقابی شال. اینجا هم که دشویشه، کلا 250 متر یک واحد کامل. اینجا هم که راه سنگ کردیم، روش هم گشت کردیم که پلا رو. اینجا هم که دشویشه، حتی کثیفه، گشتکارا ابزار خورده، ابزار زدن گشتکارا، بعدم کثیف کاری شده، کناف خورده، طرح بندی کردن که رنگ کنن، خیلی شیک میشه. این که آشپزخانه شه، میز جزیره میخوره اینجا دیگه. اینم از این سرامیکاش در یک خیلی بزرگ مشخصه دیگه، نگاه 1:1. بنکشی شده، اینجا تمیز شده، خیلی مرتب. اینجا هنوز مونده، در میخوره. اینجا هم کفاش خودمون زدیم، بدنها سنگ، نرده، نمای کار. آره این نمای کار. اونم آقا وفاییه. اونجا اون پایین داره میاد، رفته بود دشویی. خب این از این هنوز یک طبقه دو طبقه دیگه داریم. آره این هم خودمم، خسته نباشی. یا الله این شاگردمونه بچه شیک شد اینجا، کیف میکنه آدم. اینجا نگاه بزرگه اینجا، ویلا خیلی بزرگه و 250 متر یک واحد. اینا نگاه چی بزرگه حالش. خب